خب مولد منزل آقای صابری مشکلش رو رفع کردیم الحمدلله و الان تست زیر بار میخوایم ازش بگیریم روی اتوه و کلید هم همینطور روی اتوه و اینکه منتظر میمونیم که به اصطلاح ببینیم که چه اتفاقی میفته. الان رفتن که برق رو قطع کنن. یه دوتا وارنینگ داره که وارنینگاش الان خاصی ندارن، یکیشون مربوط به اتو بودم که الان رفته یه وارنینگ شد.